برادران عزیز، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در باب فضیلت و بزرگی اصحاب پیغمبر است. اصحاب بزرگواری که در دور پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در اسلام چه خدمت ها کردند، چه جان فدایی ها کردند و از راه دعوت و از راه خدمت چه آزارها دیدند. ان شاء الله امروز یک سه در باب فضیلت اصحاب بزرگوار صحبت میکنیم تا اینکه جوانهای محترم ما و این بزرگوارهای دین آشنا باشند. اصحاب یعنی صحابه یا اینکه صحابی شخصیتی را گفته می شود که او در دور زمان جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. جناب پیغمبر را دید و جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان آورد. شخصیتی که جناب پیغمبر را در حیاتی دید و به جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان آورد. شخصیتی که اگر جناب پیغمبر را دید بعد ایمان آورد باید در جمله صحابه ها یعنی داخل کرده نمی شود. بعد از صحابه تابعین می شود. تابعین شخصیتی هست که جناب پیغمبر را ندید اما صحابه های پیغمبر را دید. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه ای جمله تابعین است. و بعد از تابعین تبع تابعین میگویند، شخصیتی که صحابه ها را ندید اما شخصیتی را دید که اونها صحابه های پیغمبر را دیدند. و این خاطر صحابه شخصیتی را گفته می شود که پیغمبر بزرگوار را دید و پیغمبر ایمان آورد و اکثر از صحابه ها همراهی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در اسلام در دین خدا خدمت کردند. و این خاطر امروز من قصد کردم که انشاءالله در باب فضیلت اون بزرگوارهای صدر اسلام اصحاب بزرگوار کمی صحبت داشته باشم. رب العالمین در سوره توبه آیت 100 در وصف این بزرگوارها می فرمایند که استعیذ بالله والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظیم. رب العالمین در این آیت کریمه می فرماید که شخصیت هایی که اولین بودند از جمله مهاجرها، مهاجر گفته شخصیتی را گفته می شود که همراه جناب پیغمبر از وطنشو بیرون شدن، هجرت کردند، یعنی که از وطن جدا شدن، دور شدن، از روی ایمانداری، از روی دینداری اونها را یعنی از وطنشو بیرون کردن. انصار اهل مدینه را گفته میشه. اصل معنای کلمه انصار شخصیتی که نصرت داد، خدمت کرد، یاردم کرد پیغمبر بزرگوار و در دین خدا. رب العالمین میگه شخصیت هایی که در صدر اسلام یعنی در ابتدای پیغمبری جناب پیغمبر بعد پیغمبر بزرگوار ایمان آوردن از مهاجرها و انصار، این شخصیت ها و شخصیت هایی که متابعتی کردن از صحابه یعنی تابعین و تبع تابعین، از این جمله مردم خداوند راضی گردیده است. رضی الله عنهم و رضوا عنه. این جمله مردم شخصیت هایی هستند که از اونها خدا راضی هست. رضای پروردگار برادران عزیز این از همه بالاترین درجه چی هست؟ بندگی هست. از هر انسانی که خدا از او راضی شید او شخصیت از همه درجه و مرتبه بالا را از خود میکند. و این جمله مردم خداوند وعده داده است که پروردگار از خودش راضیشون میگردونه. یعنی اصحاب بزرگوار اگرچه امروز در دنیا رنج کشیدن، از وطن جدا شدن، از جانب ملحدین و مشرکها و دشمنهای دین آزار دیدن، خداوند میگه در آخرت به سبب بخشش نعمت، به سبب بخشش جنت، به سبب یعنی درجه و مقام عالی که در جنت خداوند براش میبخشه، اینها را خداوند از خودش راضی میگردونه. خداوند از این جمله مردم راضی گردید و اینها هم از پروردگار راضی میگردند. و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار، خداوند برای این اصحاب بزرگوار و تابعین و تبع تابعین در جنت یعنی بستانسراهای زینت داده است، آماده کرده است برای اینها، یعنی که تیار کرده است که اینها در اون جنت ها در نزد درخت های اونها جویبارهای روان است، از عسل تازه، از شیر تازه، از شربت تازه و از شراب تازه. خالدین فیها ابدا، این اصحاب بزرگوار
همیشگی و ابدی در همو عیش عشرت و لذت راحت جنت یعنی ابدی باقی میمانند. ذلك فوز العظیم، این بشارت وعده که خداوند برای اصحاب بزرگوار کرده است، این یک فایده خیلی بزرگی هست براشون، یعنی یک خبر و یعنی یک بشارت خیلی بزرگ است برای اصحاب بزرگوار پیغمبر. این آیت یکم این که برادر عزیز برای صحابی های پیغمبر بشارت داد خداوند که خداوند از اینها راضی شده است. دویمش این که پروردگار وعده شو کرد که پروردگار این جمله مردم از خودش راضی میگردانه، یعنی ناامیدشو نمیگردانه، در رنج عذاب قیامت در عذاب آخرت اینها را مبتلا نمیکنه. سیمش این که برای این جمله مردم خداوند در آخرت جنت، بوستانسرا، جای استراحتگاه، جاهایی که هر چیزی که دل انسان میخواه خداوند برای این جمله صحابه های بزرگوار وعده کرده است که ابدی و همیشگی اینها در عیش عشرت آخرت هستند. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم هم در حدیث مبارکشون فرمودند که خیر الناس قرنی، گفتن بهترین مردم همون شخصیت هایی هستند که در زمان من بودن، در عصر من بودن، در قرن من بودن. ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بعد از آن شخصیت هایی که به عصر به دور من نزدیک هستند، یعنی تابعین و تبع تابعین. یعنی این سه عصر، یعنی سه زمانه پیغمبر بزرگوار بشارت به خوبی و نیکی اونها دادن. یعنی از همه بهترین بنده های خدا بعد از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم کی بوده است؟ اصحاب بزرگوار، یعنی صحابه های پیغمبر بهترین انسان ها بودن. بعد از صحابه تابعین، بعد از تابعین تبع تابعین بودن. یعنی که اصحاب بزرگوار بهترین شخصیت ها و دور جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهترین دورها بوده. اکنون شخصیت هایی که یعنی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدن و با او ایمان آوردن، حضرت عبدالله ابن مسعود درباره این جمله مردم یک جمله های زیبای داره، یک گفتار زیبای داره. حضرت میفرمایند که ان الله نظر فی قلوب عبادی فوجد قلب محمد صلی الله علیه و سلم خیر قلوب العباد. میگه رب العالمین در تمام دلهای مردم دنیا نگاه کرد، تمام دلهای انسانهایی که از حضرت آدم علیه السلام تا آخرین کودکی که در دنیا تولد می شود، تمام انسانیت خداوند دلهاش نگاه کرد و دل محمد صلی الله علیه وسلم بهترین دل پیدا کرد، بهترین دل یافت. فاستفاه و بعثه برسالتی. خب نامین اکای جون ما گپ زنیم یا به جا گپ زنیم شما را گوش کنیم. خداوند در بین تمامی مردم دل جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم صافترین و پاکترین دل پیدا کرد و این جناب پیغمبر خداوند برای رسالت و برای یعنی دوستی خودش قبول کرد، برگزید و بعثه برسالتی و این پیغمبر بزرگوار با رسالت نبوت فرستاد. ثم نظر فی قلوب عباد بعد قلب محمد صلی الله علیه و سلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب عباده. بعد از جناب پیغمبر بعد از آن نگاه کرد تمام دلهای مردم، دلهای اصحاب پیغمبر بهترین دل یافت. فجعلهم وزراء نبیه یقاتلون عن دینه. این جمله اصحاب پیغمبر خداوند دلهاشون بهترین دل یافت و اینها را وزیرها و پیروها و جاینشینهای پیغمبر بزرگوار گردان که حتی این اصحاب بزرگوار در دین خدا، در خدمت راه خدا کشته می شوند. از روی دینداریشو چقدر آزار می بینن، از روی دینداریشو از وطن یعنی بیرون می شوند، چقدر رنج و مشقت می بینن، اما دلهای اینها که بهترین دل هست در این رنج و مشقت راه عبادت صبر کننده می شوند. یعنی که این حدیث هم دلالت برای چی دارد؟ برای یعنی بهتر بودن اصحاب بزرگوار، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر فرمودند که لا تسبوا اصحابی
گفتن اصحاب من دشنام ندیه، اصحاب من در حقش سخنهای قبیح بد نگویه. جناب پیغمبر گفتن فوالذی نفسی بیده لو ان احدکم انفق مثل احود ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه. جناب پیغمبر گفتن قسم به همون خدایی که اختیار جان من در قدرت او هست، قسم به همون خدا، اگر یک کدام شما به اندازه کوه احد در راه خدا طلا صدقه کنه، درجه و مقام و ثواب صحابه ها را پیدا کرده نمیتوانه. ببینه که اصحاب بزرگوار چی قدر فضیلت و درجه و عالی هست. گفتن جناب پیغمبر که اگر به اندازه کوه احد، یعنی یک کوه عظیم و بزرگ، به اندازه یک کوه اگر شما در راه خدا طلا صدقه کنه، درجه و مقام و مرتبه صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیدا کرده نمیتوانه. یعنی اونها خیلی در درگاه خداوند درجهشون درجه عالی و بلند است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که من سب اصحابه فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. این حدیث طبرانی روایت کرده، حدیثی حسن و صحیح است. حضرت گفته هر شخصیتی که جناب پیغمبر گفته هر شخصیتی که صحابه های من دشنام میدهه، یعنی حقارت میکنه، سخنهای قبیح بد در حق صحابه ها میگویه، برای او انسان لعنت خدا، لعنت ملائکه و لعنت تمام مردم باد. یعنی وی ملعون است، خدا وی لعنت کرده است، ملائکه وی لعنت کردند و لعنت تمام مردم برای او شخصیت بود، برای شخصیتی که اصحاب بزرگوار یعنی دشنام میدهه. امروز هستند، روزهای گذشته گفتیم که بعضی روافیزی ها، بعضی گروه های گمراهی که خداوند اونها را دلهاشون یعنی پیچت گمراهی زد از گمراهشون کرده است، اصحاب پیغمبر نعوذ بالله خیلی سخنهای بد حقشون میگن. حضرت ابوبکر صدیق نعوذ بالله میگن وای کافر بود، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عایشه مادر میگن وای فاحشه بود. کدام بدبختش است که ابتدای فاحشگی از عایشه سر شده است نعوذ بالله. حالا که درباره پاکیزگی حضرت عایشه در قرآن در سوره نور چند آیت زیاد خداوند نازل کرده که حضرت عایشه پاکیزه هست. بعضی چنین گمراهایی هستند که اصحاب پیغمبر را دشنام میدهند، یعنی قدر چی بزرگوارهای نمیدون. اون غیرت و همت و محنت و رنج اونها بود که ما امروز اسلام را قبول کردیم. امروز اگر یک وزنی در دینداری در بالامون بیاد، نعوذ بالله ممکن اکثر مردم از اسلام رو بگردونن، چون خیلی ایمانها ضعیف هستند، خیلی ایمانها سست هستند. اصحاب پیغمبر ایمان قوی داشتند، از همه عزیزترین برای اونها جانشون بود، جانشون به خاطر خدا و دین خدا دریغ نمیدانستند. یکی از غلام ها را روایت میکنن که یکی از غزوه ها میگه یک شور و یعنی غوغای دروغ شد که منافقه ها غوغا انداختن به خاطر که مسلمان ها شکست بخورن. گفتن جناب پیغمبر را کشتن، شهیدش کردند. دروغ را فریب یعنی غوغا خیزاندن. یکی از حبش ها یک غلامی که نو ابتدا میگه اسلام را قبول کرده بود، غلام سیاه، وقتی شنید که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کشته شد، میگه مثل یک شیری که در برابر یعنی یک لشکر زیاد با بالاش هجوم میکنه، این چنین در بین کافرها در آمد، خیلی از عدد یعنی زیادی اونها را کشته گردانید. بسوش هرچند گفتن که بس از قفا گرد، یعنی ما شکست خورده ایستادیم، ما قوت منسستر است. میگه این شخصیت این غلام چی جواب گفت؟ این غلام گفت که وقتی که پیغمبری بزرگوار را کشته باشم برای من زندگانی چی در کار است دیگر؟ وقتی جناب پیغمبر حیات نباشه در من زندگی دیگر چی در کار است؟ من به جناب پیغمبر زندگی نمیخوام. این محبتشون بود. حال اکثر اهل سلف یک مقاله دارن، میگه از همه یعنی دوست داشته ترین شخصیت پیغمبر بزرگوار اصحاب بزرگوار بودن، از حد زیاد دوست می داشتن. حتی روزی که جناب پیغمبر وفات کردن، تمام صحابه ها میگه چونگم کرده بودن. حضرت عثمان میگه دبار یک دیوار افتاده بود، چشمهاش تا کشاده یک سو نگاه میکرد، نه دیگه میفهمید و نه دیگه میدید. هرچند گپش میپرسیدن در یک حالت حیران مونده بود، خودش گم کرده بود. حضرت عمر میگه وقتی خبر است شخصیت از حجره مبارک گریه کرده برآمد، گفت جناب پیغمبر وفات کرده است. حضرت عمر میگه شمشیرش از غلافش کشید، گفت قسم به نام خدا کسی بود بیارش سرش ایتنش جدا میکنم. گفت یگان کس حق نداره بگه محمد مرده است.
جناب پیغمبر گفت به دیدار خدا رفته است. چی رنگ حضرت موسی در کوه طور میره با خدا صحبت میکرد میومد، جناب پیغمبر دیدار خدا رفته است با میوه. نگویه شما جناب پیغمبر مرده است. چی یعنی نظر داشتن، چی فکر داشتن نسبت به پیغمبر بزرگوار. حتی یکی از صحابه را روایت میکنه که وقتی فهمید که جناب پیغمبر وفات کرده است، دستاشو برداشت گفت ای الله، گفت اگر این خبر راست باشه من دیگر زندگی نمیخوام، همین لحظه این امانت جان از بدن من بگیر. همون لحظه میگه جانش از بدنش برآمد، در زمین افتاد جان داد. دیگر شخصیتش گفت ای پروردگار، اگر خبری وفات جناب پیغمبر راست باشد چشمهای من کور بگردان که دیگر نبینم. من این مدینه و مسجد و محراب و پیغمبر دیدنش طاقت ندارم. اون محبت اونها بود نسبت به پیغمبر بزرگوار، نسبت به دین اسلام. حضرت بلال دیگر طاقت نکرد مدینه بیسته، از مدینه بیرون شد رفت، یعنی طاقت نکرد. وقتی مردنش حتی مولانا هم آورده است، میگه همسرش وقتی در نزدش بود، وقتی ناله میکرد گریه میکرد الفراق میگفت وای جداگی، ای بلال از ما جدا میشوی؟ حضرت بلال میگه با سوی زنش گفت که نه الفراق نکو، بگو الوصال. من با وصال یعنی با دیدار جناب پیغمبر من از جناب پیغمبر میروم. من از حضرت ابوبکر مرگ برای من ماتم نیست، مرگ برای من مصیبت نیست. حضرت بلال گفت از مردن شادی خرسند بود. به چه خاطر؟ به خاطر که دیدار جناب پیغمبر میروم. اهل اصحاب از حد زیاد جناب پیغمبر را دوست می‌دارند، به همون خاطر اونها اصحاب پیغمبر شدند. هزارهاش در راه خدا کشتش. اونها عاشق شهادت بودند، تشنه بودند، دعا میکردند که ای پروردگار جان ما را در راه دین خودت یعنی فداک و قربان بگردان. حتی کودکایی که در دور پیغمبر 12-13 ساله بودند، جناب پیغمبر وقتی یعنی لشکر آماده میکرد برای غزوه رفتن، اونها را رد میکرد، قبولشون نمیکرد. اونها میرفتن میگه از پس مردم بنو که چلیکه های پا می ایستادن تا که قد اونها بلند در نظر جناب پیغمبر قدشو بلند بنماید و قبولشو داشته باشه. جنگ استراحت نیست که جنگ جای مردن است. جنگ جایی است که جان در کفت است. یعنی اونها از روی محبت شو بود. اون محبت بود، اون همت بلندی و غیرت داری و جان فدایش بود که اونها اصحاب شدند. محنت اونها، خدمت اونها، جان فدایی اونها بود که امروز دین اسلام در روی عالم پهن شده است. امروز ببین در جامعه اسلامی ها چقدر ایمان فروشی در اوج است، دین فروشی در اوج است. اون غیرت اونها امروز باقی نمانده است. شاید ما در دور جناب پیغمبر میبودیم ایمان نمی آوردیم به سستی و ضعیفیمون. به همین خاطر ما باید به قد اصحاب بزرگوار برسیم. پیغمبر بزرگوار گفتن که اصحاب من دشنام ندهه. حتی در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که الله فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحب احبهم و من ابغضهم فببغض ابغضهم. جناب پیغمبر گفتن که از خدا بترسه، از خدا بترسه در حق صحابه های من. صحابه های من یعنی غرض چپ بدبینی و یعنی با اونها بزید اونها نه برای بعد از من، بعد از رفتن من صحابه های من دشمنی نکنه، بدبینی نکنه، عیب و کمبودی اونها را جستجو نکنه. جناب پیغمبر گفتن هر شخصیتی که صحابه را دوست می‌داره، جناب پیغمبر گفتن هر شخصیتی که اصحاب من دوست می‌داره او از روی دوست داشتن من اصحاب ما دوست می‌داره. جناب پیغمبر گفتن هر شخصیتی که اصحاب من بد می‌بینه از روی بد دیدن من اصحاب ما بد می‌بینه. ببینه محبت صحابه محبت جناب پیغمبر بوده است، بد دیدن صحابه بد دیدن جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوده. جناب پیغمبر گفتن و من آذاهم فقط آذانی. گفتن هر شخصیتی که اصحاب من آزار میده او شخصیت به تحقیق من آزار داده است. و من آذانی فقط آذ الله. هر شخصیتی که من آزار داد او خدا را آزار داده است. هر شخصیتی که خدا را آزار داد پروردگار او شخصیت حتما عذاب میکنه، حتما یعنی که عتاب میکنه، سختگیری میکنه، در عذابش مبتلا میگردونه. یعنی که هر انسانی که صحابه را بد دید، با دیدن صحابه با دیدن جناب پیغمبر بوده، با دیدن جناب پیغمبر با دیدن خدا بوده، با دیدن خدا حتما پروردگار و انسان عذاب میکرده. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم
درباره اهل انصار، اهل مدینه که بجان و مالشو همه جانبه از صحابه های پیغمبر یعنی طرفداری کردن، دستگیری کردن. درباره اهل انصار گفته اهل مدینه را میگن. جناب پیغمبر گفتن که الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافقون. گفتن انصار اهل مدینه را دوست نمیدارند مگر مؤمن ها. کسی ایمان داشته باشه اهل مدینه را دوست میداره و بعد نمیبینه اهل انصار مگر انسان منافق. یعنی کسی که اهل مدینه را انصار بد میبینه و منافقه. جناب پیغمبر گفته فمن احبهم احبه الله. کسی که اهل انصار را دوست بداره او شخصیت خدا را دوست، خداوند او شخصیت دوست میداره. و من ابغضهم ابغضه الله. کسی که اهل مدینه را اهل انصار را بد ببینه او شخصیت خداوند بد میبینه. به چی خاطر اهل انصار را جناب پیغمبر چنین وصف کرده؟ به خاطر که اهل انصار وقتی جناب پیغمبر همراه صحابه ها از مکه مکرمه هجرت کردن به مدینه را رفتن، اونها به همه طرف یعنی به جان و مالشو از این جمله دستگیری کردن. اونش که 2 خانه داشت میگه یک خانه شو جدا کرد به یک برادر مهاجر شداد، به یک برادر مسافر شداد. اونش که 2 زن داشت میگه حتی یک زنش جواب داد و با اون برادر مهاجر بی زن شداد. مالو یعنی دارندگیشون تقسیم میکردن، خوراکه هاشون تقسیم میکردن. همه جانبه از اصحاب پیغمبر و از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم یعنی طرفداری و دستگیری کردن. حالا پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وقتی که داخل مدینه شد، وقتی جناب پیغمبر داخل مدینه شد میگه تمام سردارهای مدینه پیشواز برآمدن. گفت هر کدومش گفتن که جناب پیغمبر ما خانمون میبریم، ما خانمون میبریم. اما در بین اونها میگه یک ایوبی انصاری، یک مردی فقیر و کمبغل نادار بود، خیلی انسان کمبغل بود. این شخصیت میگفت چی انسان کمبغل نادار بود، میگفت چی میشد که جناب پیغمبر خانه من آرزو میخورد. میگفت ای کاش که منم دارنده میبودم پیغمبر بزرگوار خانه میبردم. میگه وقتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر کدامش می اومد میخواست که از لجام اشترش بقپه خانش ببره، جناب پیغمبر میگفت که این اشتر به حال خودش بگذاره، این از جانب خداوند مأمور است، خداوند خودش امرش کرده است این اشتر هر جای رفت ایستاد من همونجا میستم، همونجا منزل میکنم، زندگانی میکنم. بعد از اون جایی که امروز یعنی مسجد است خانش از اشتر رفت خواب رفت. وقتی پیغمبر بزرگوار از اشتر بیرون شد، حضرت ایوب انصاری میگه در حال قابلی کرد، آمد اون یعنی بارهایی که از جناب پیغمبر یعنی زاد و راحله توشش بودن اونها را در حال گرفت، میگه به خانه‌اش برد و گذاشت. جناب پیغمبر گشت دید که یعنی لباسها و چیزهاش نیستن. بعد از اون پرسید، گفت لباسهای من در کجا هستن؟ حضرت ایوب گفت که در خانه من یا رسول الله. جناب پیغمبر گفت هر شخصیتی که لباسهای من برده است خانه همون میروم من، یعنی خانه یک مرد فقیر و نادار کمبغل. در بعضی از روایت ها میگن حضرت ایوب در یک گوشه ایستادگی بود، گردنی کج، فقط آرزو میخورد که ای کاش که منم دارنده میبودم جناب پیغمبر خانه میبردم. میگه همین لحظه حضرت جبرائیل علیه السلام آمد به سوی جناب پیغمبر سلام گفت یا رسول الله خداوند شما را سلام میگه فلان مردی که در او گوشه ایستاده است گردنی کج وای بسیار فقیر و نادار و کمبغل است، وای آرزو داره که خانه هوای بروی. میگه جناب پیغمبر صلی الله علیه و وقتی فریادش کرد نزد من بیا، میگه کنارش گشت نگاه که حضرت ایوب دیگر کسی نیست، خودش تنها است از همه خفا، نزد من بیا. گفت من یا رسول الله. گفت شما نزد من بیا. وقتی آمد جناب پیغمبر گفت خانه شما میرم. میگه حضرت ایوب از خرسندی را مینالید، گریه میکرد، زار زار گریه میکرد که چی شده است که جناب پیغمبر خانه من قبول کرد. یعنی چقدر عاشق بودن اونها جناب پیغمبر رو نادیده اسلام قبول کردند. به همین خاطر این جمله مردم پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وصف کردند. اکنون شخصیت هایی که با یعنی با جناب پیغمبر بیعت کردند، بیعت الرضوان میگن، اونها را هم جناب پیغمبر بسیار وصف کرده است. خداوند اونها را یعنی در قرآن خبر رضایت داد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم که امی جمله مردمی که بیعت رضوان را اشتراک کردند، اینها بعد از این هر کاری کنن خداوند گناههای اونها را بخشیده است. یک خصوصیات خاصی در این بیعت رضوان خصوصا در حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه گذشته بود. وقتی که بیعت رضوان یعنی خداوند امر کرد که دوباره با این اصحاب عهد کن، جناب پیغمبر خداوند عهد یعنی که امرش کرد که با صحابه ها عهد کن که
در این راه خدمت یا اینکه در راه جهاد یا اینکه در راه طرفداری و جانبداری تو یگان لحظه قفاکشی نمیکنن، یعنی حتی جانشون هم از دست بروه اینها قفا نمیگریزن از معرکه ها، همیشه پیش در راه خدا خدمت میکنن. وقتی جناب پیغمبر با این اهل اصحاب عهد کرد، همون لحظه میگه حضرت عثمان جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهر مکه با چی کار ارائه کرده بود که حتی در روایت جناب پیغمبر گفتن که حضرت عثمان در خدمت خدا و خدمت پیغمبر است. وقتی اهل اصحاب هم بیعت کردن، همه که ادا شدن، میگه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست مبارکشون برداشتن، دست راستشون، دست مبارکشون برداشتن و دست چپش در بالاش گذاشتن، گفتن این دست عثمان است. گفتن این دست عثمان است، این لحظه عثمان هم به من بیعت داره. ببینید حضرت عثمان میگه این یک افتخاراتی بود برای من که جناب پیغمبر دست مبارکشون به من نسبت دادن، تا اینکه این دست عثمان است. عثمان هم این لحظه در این بیعت ما اشتراک داره. این اهل یعنی شخصیت هایی که بیعت و رضوان در اشتراک کردن، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حق اینها گفتن که اینها ابدی و همیشگی داخل دوزخ نمیشوند، اینها اهل جنت هستند. یعنی که در باره اهل صحابه های بزرگوار جناب پیغمبر چنین روایت های زیاد آمده است. به همین خاطر ما و شما برادر عزیز بزرگوار باید که اهل اصحاب دوست بداریم، باید دوستدارهای صحابه های بزرگوار باشیم.